خیلی از بیماران در مورد سن مناسب برای تعویض مفصل زانو از ما سوال می‌پرسند. در گذشته گفته می‌شد که مثلا سن بیمار باید بالاتر از 60 سال باشه که تعویض مفصل زانو براش انجام بشه. اما امروزه با ارتقا و پیشرفت روش‌های کارگزاری و پروتز و پیشرفت عمر پروتزها دیگه سن خاصی برای تعویض مفصل زانو وجود نداره. در بیماران جوانتر در مواردی که مفصل زانو به دلایلی مثل تروما و تصادفات و یا بیماری‌های روماتیسمی تخریب شدن میتونیم عمل آرتروپلاستی رو براشون انجام بدیم. در سمت مقابل در بیمارانی که سنین بالاتری دارن، مثلا حتی افراد بالای 80 سال، در صورتی که وضعیت قلبی عروقیشون اجازه بده و محدودیت حرکتی نداشته باشن و تعویض مفصل واقعا باعث بهبودی وضع زندگی و وضع تحرکشون بشه، میتونیم براشون عمل آرتروپلاستی زانو رو انجام بدیم. خیلی از بیماران در مورد موفقیت عمل تعویض مفصل زانو از ما سوال می‌پرسند. در حیطه ارتوپدی تعویض مفصل زانو یکی از عمل‌های موفق محسوب میشه. اما موفقیت عمل صرفاً به خود عمل بستگی نداره و فاکتورهای مختلفی مخصوصاً در انتخاب بیمار در نتیجه عمل جراحی تأثیر میذاره. مثلا اگر بیمار پوکی استخوان نداشته باشه، دیابت نداشته باشه، به بیماری‌های تیروئیدی مبتلا نباشه و یا وزن مناسبی داشته باشه، نتایج تعویض مفصل زانو بسیار خوب و عالی خواهد بود. ما بیماران بسیاری داشتیم که توانایی تحرک حتی در حد چند قدم رو هم نداشتن، ولی بعد از تعویض مفصل زانو یک زندگی پرتحرک و شاداب و سلامتی رو پیدا کردن. چند وقت از عملتون میگذره الان؟ 20 روز شده از عملتون. از همینجا دور بزنید، لطفاً برگردید. به نام خدا یه خانم 68 ساله رو امروز می‌خوایم عمل کنیم که دچار آرتروز شدید زانوی سمت راست هست. همونجا که توی تصاویر مشاهده می‌کنید زانوی سمت چپشون چند سال قبل در یک مرکز تحت عمل جراحی قرار گرفته. ما به تمامی مریضامون توصیه می‌کنیم که اگر هر دو تا زانوتون دچار آرتروز شدید هست، فواصل بین تعویض مفصل دو زانو رو بیشتر از چند ماه نذاریم. علتی که این توصیه رو داریم این هستش که انحراف زانو وقتی زیاد باشه، مثل این بیمار که انحراف زانوی عمل نشده خیلی زیاد هست، این منجر به فشار به ستون فقرات و منجر به فشار به مفاصل لگنی میشه و دردهای لگن و ستون فقرات رو تشدید میکنه. عارض دیگه ای که داره میتونه در واقع روی پروتز سمتی که عمل شده و پروتزی که قبلا عمل شده هم فشار بیاره و عمر پروتز عمل شده قبلی رو هم تحت تاثیر قرار میده.
ببینیم که انشالله یه تعویض مفصل خوب با پروتز پرایمری براشون داشته باشیم.